مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به دوشنبه برده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. نزدیکانش میگویند عبدالله شمس‌الدین 18 ینور از آلمان به تاجیکستان دپورت شد، اما در این مدت درباره او هیچ معلوماتی نیست. مراجعت‌های رادیوی آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. همکارم میرزانبی خالقزاد سرنوشت عبدالله شمس‌الدین را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی، خویشاوندان عبدالله درباره تقدیر او چی میگویند؟ بله خیرامان، من با پدر عبدالله شمس‌الدین سیدوف عضو سابقه‌دار حزب در تاجیکستان ممنوع تاجیکستان صحبت داشتم و او گفت که نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است و افزود که نامه تصدیق انتقال او را از جانب نهادهای آلمانی گرفتن، اما تا این دم هیچ خبری یا واکنشی از جانب حکومت تاجیکستان در دست ندارند. آنگونه که خودتان گفته تلاش‌های ما برای صحبت با مقامات تاجیکستان نتیجه نداد. خود شمس‌الدین سیدوف در صحبت با ما چنین گفت: نامعلومی حدس و گمان‌های زیادی را به بار آورده است. از گمان‌های اینه که فعلا او در جایی هست و از او فقط نظارت و مهمانداری کرده می شود تا به شکنجه گرفتار شدن و حتی از بین رفتنش. همه این گپ و خبرها از هر جانب میاد که این بیشک تأثیر به خانواده، به یار و دوستای او، مخصوصا به همسرش و دو طفل خردسالش که همه روزه با گریه و صدا پدرشان را سراغ میکنن. میرزانبی، ما از خبرها میدونیم که دادگاه‌های آلمان بی‌طرف هستند و نسبت به سرنوشت پناهجویان هم بسیار وقت حساسیت نشان میدهند. چی سبب شد این نوبت که قرار بازپس فرستاده شدن یک پسر مخالف دولت تاجیکستان را قبول کردند؟ ببینید، در واقع شمس‌الدین سیدوف روز 26 ینور نقل کرد که ورود پسرش عبدالله شمس‌الدین به قلمرو آلمان با معلومات خطا یکی از سبب‌های بازپس فرستادن شدنش به تاجیکستان شده است. یعنی به نامش را عبدالله فرهاد نام گذاشته است به جای عبدالله شمس‌الدین. بعد از 3 دفعه رد شدن درخواست عبدالله شمس‌الدین، مقامات آلمان او را روز 18 ینور از این کشور اخراج کرده و به دوشنبه فرستادند. ولی هنوز در کجا بودن او معلوم نیست. عبدالله شمس‌الدین 32 ساله است و از سال 2009 در آلمان میزیست. پدرش درباره قرار دادگاه از جمله چنین گفت: عبدالله وقتی که اومدن، چون تجربه هجرت هم در کشورهای اروپایی یک چیزی نوی برای مردم ما بود، با چند نفر از جوانها به این خلاصه رسیدن که اگر اونها نام و فامیل و آدرس خود را درست بگن، شاید که حکومت تاجیکستان در تاجیکستان بتواند به خانواده اونها فشار بیارد. از همین جهت کسی نامی عوض کرد، کسی فامیلی عوض کرد، ولی عبدالله را میدونم که نام خود را گذاشت و نام خانوادگی و سنه تولدش را تغییر داد و این مان تا دمی که ما متوجه شدیم بعد از آمدن و گرفتن قبولی بعد چند سال. همینطور شمس‌الدین سیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمس‌الدین از آلمان شده است. یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت هیچ نهاد و بخصوص سفارت خارجی قدرتی تاثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. عین زمان یکی از پیوندانش تصدیق کرد که عبدالله شمس‌الدین سال 2011 پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. این از قصه. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره به تاجیکستان اخراج شدن فرزند یک مخالف دولت از آلمان به دوشنبه صحبت میکرد.